مقامات مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان از فعالیت امیسرها در قلمرو این کشور اظهار نگرانی کرده میگویند مقامات انتظامی باید پیشروی آنها را بگیرند تا که از تشویق جوانهای تاجیک به جنگ‌های عراق و سوریه جلوگیری شود. این نکته روز 5 می در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه تاکید شد. تحقیقات معین کرده است که به حیث گماشته‌ها یا امیسرها اکثر وقت دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های اسلامی در خارجه آماده می‌شوند و بعد بازگشت به تاجیکستان تلاش می‌کنند تبلیغات ایدئولوژی تندگرای مذهبی را به راه مانند. عین زمان کارشناسان امور دین میگویند عقیده‌های افراطی حالا مغز سری بسیار جوانها را در سراسر عالم پر کرده است و برای مبارزه با این عقیده‌ها نباید تنها از راه مجازات چاره‌جویی کرد. مشاهده‌ها و حسابات‌های آماری کارشناسان نشان می‌دهند که در این راه و روند یک رویه پیش آمده است که دیگر پیش راهی به جهاد رفته شهید شده به بهشت رفتن جوانان را نه پیشنهاد نمودن مبلغ‌های پولی، نه پیشنهاد نمودن خانه و کالا، نه فهمانده دادن و پیشگیری کردن گرفته نتوانسته ایستاده است. در همین حال رهبر تحقیقات انجام شده مرکز پژوهش‌های استراتژی خدایبردی خالق نظر میگوید عقیده‌های افراطی و تبلیغگران آنها حتی مخصوص به زندان‌ها به عنوان جنایتکار راه یافته پشت پنجره تلاش میکنند شماری طرفداران جنگ‌های خارجی و عقیده‌های تندروی مذهبی را افزایش دهند. و حالا مصاحبه اختصاصی همکارم در رادیوی آزادی خورشیدی همدم با رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی خدایبردی خالق نظر در این زمینه پیشکش می شود. سوال من در مورد پژوهشی هست که اخیراً از سوی مرکز شما در ارتباط با تندگرایی انجام شد. چی ضرورت پیش آمد تا یک چنین پژوهشی انجام شود و این پژوهش چی نتیجه داد؟ بله، مسائل افراطگرایی و تندگرایی طوری که معلوم است امروز نه تنها منطقه آسیا مرکزی را فرا گرفتند بلکه تقریبا در تمام جهان موضوع داغ رو شدند، چون که آن حادثه هایی که در عراق، سوریه و در دیگر کشورهای اسلامی گذشته ایستادند نشان دهنده آن است که مسائل تندگرایی و افراطگرایی تمام جهان را به خطر آورده است. حتی از کشورهای اروپایی و از استرالیا دور نیز یعنی افرادی هستند که به سوریه و عراق می روند و البته این یعنی به اصطلاح یک فنومن حاضره طوری شده است که باید این مسائل در هر یک جمهوری باید مورد تحقیق عمیق قرار گیرد که ما ریشه های اصلی و عامل های گسترش امین افراطگرایی و تندگرایی را بررسی کنیم. نتیجه های ابتدایی که به دست آمد نشان دهنده آن هستند که واقعا بعضی عامل های هستند که همین عامل ها باعث به وجود آمدن یا اینکه گسترش افراطگرایی و تندگرایی می شوند. بله استاد خالق نظر، بله. همین عامل ها کدام های هم؟ بله، این مهمترین عامل هایی که باعث گسترش افراطگرایی و تندگرایی می شوند طوری که امروز در تحقیقات ما در گزارشی که در این کنفرانس شده بود واقعا با آن اشاره کردیم. پیش از همه این ربط دارد به تربیت جوان ها. واقعا اگر ما به جوان ها نگاه کنیم یعنی یکی از عامل‌های اصلی این نداشتن دانش درستی تصورات خوب درباره اسلام سنتی. متاسفانه بسیاری از آنها جوانهایی که از مثلا مسائل اسلامی دور هستند و درک نمی کنند خصوصیت‌های خاصی سنت اسلامی محلی را تیز به دست همون امیسرهای خارجی داده می شوند و آنها می توانند از طریق فریب دادن، گمراه کردن یا به اصطلاحی که امروز در جهان مشهور شده است زامبی کردن آنها می توانند اراده آنها را به دست بیارند. مشکلات اجتماعی گفتیم یعنی این منظور بیکاری و فقر و بله. کمبیزاتی، یعنی این عامل ها هم تا کجا تاثیر بله دارد؟ این عامل ها البته عامل های اساسی نمی باشند، تحقیقات نشان داد، لیکن همچون عامل وجود دارند و تاثیرشان هست. با سوال‌های همکارم خورشیدی همدم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان خدایبردی خالق نظر پاسخ داد.